حال ببینیم که خداوند تبارک و تعالی این اسلامی که برای ما بخشیده، ما از این اسلام چه قسم استقبال کردیم. بلا تشبیه اگه یک لباس کسی براتون آورده باشه، یک مقدار پول بر شما کسی داده باشه، یک رفیق بسیار جوان مرد آدم 100 تا موتر داشته باشه، یک موتر لوکس بگیرم یک کلیش به شما بده، بگینم بر خودت باشه، چه رقم از اون آدم استقبال میکنه؟ میخوای تا گم میکنه ایران میمونی ما به هیچ چی کنم؟ چقدر انسان و نمو انسان خوش داره، چقدر تابع از اون میباشه. متوجه شدین؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی چقدر چیزا برای ما داده، چقدر نعمت‌ها رو برای ما بخشیده. ما چه قدر روانستیم فعلا. حالا از خودم میره پرسان کنیم، ایتو نشینیم که باز روز محشر از ما حساب بگیره. او حساب بگیره ولی که از حساب داده بتونه. بسیار مشکل است که حساب بده کس. حاسبوا قبل ان یحاسبکم الله. میگه حساب بگیرین پیش از اینکه خدا حساب بگیره شما. حساب بگیره و این معنی که تنها وزن کنیم، طول ترازو کنیم گناه و ثواب خدا. جایگاه خدا سعی کنیم. در کجای مسئله قرار داریم؟ فعلا کیستیم ما؟ آیا ما انسان هستیم، مسلمان هستیم، چیستیم؟ یا هر دویش هستیم یا هیچ کدامش هستیم؟ این راستی تقابل ما تقابل بسیار خطرناک است. مقابله ما با اجتماع آنچه که ما روبرو هستیم چه قسم استقبال میکنیم از اینمی حضور ما به عنوان خلیفه خدا در روی زمین؟ خیلی ضعیف، خیلی ناچیز، خیلی به مقدار. پس ما چیستیم؟ ما نمبر یک مسئول هستیم به پیشگاه خدا. یک نعمت ها که داده تو مفت نمیدن، یادتان باشه. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. اینه به خاطر اون 2 دفعه تکرار کردم، من این 3 دفعه تکرارش میکنم. شعر حافظ از یادتان نره. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. هر کسی که زیاد نزدیک است زیاد ابتلا میشه. هر کسی که زیاد نعمت دادن زیاد ابتلا میشه. از او خاطر حال ما شما اینی که فهمیدیم که ما در یک موقف است و در یک جایگاهی قرار داریم، ولی جان گپی است که این چیزا را که خدا داده ما را مسئول قرار داده. ما دیگه مسئول نمبر 1 هستیم به پیشگاه حضرت اقدس الهی. ایتون مفت و رایگان نه سیما را برای ما داده خداوند، نه چهره را داده، نه قواره را داده، نه تلفظ را داده، نه حرف چینی را داده، نه کلمات را داده. متوجه شدیم؟ گرچه مفت داده برای ما، رایگان برای ما داده، ولی کلش جواب کار داره. هر حرکت ما، هر موقف گیری ما در قبال جامعه و اجتماع و مردم و طبیعت و هستی و خالق هستی، هر بیخبری ما، هر به اصطلاح نمیدانم کاری ما، مثلا هیچ متوجه نباشیم تو انجام داده بری، زندگی را پیش ببری ولی در عدم بیداری، ما را مسئول تر می سازه، ما را زیر بار مسئولیت ها بیشتر می بره. عدم بیداریش همیسته که روز که تیگ اندیمالت بگردی شوکت دیگیش بگردی. امروز تیر کردی هیچ کاری را نکردی، امشب هم سپری میکنی هیچ کاری را انجام نمیدی، صبح هم تیر میشه هیچ کاری دستت نمیاد، هیچ رشد نداری از لحاظ باطنی و معنوی و روحی و اصل حقیقتت. اسی که هر روز یک حالت هستی، حالت ایستایی و شپرزه قرار داری. این حالتت مورد تایید خدا نیست، این حال و احوالت مورد تایید خدا نیست. پس مورد تایید خدا که نبودی، در حقیقت مقام کرامت و شرافت و درایت و تصرف و عنایت استیفا کنی. باید خیلی متوجه بود، خیلی باید دقت کرد.